علیکم برادر عزیز، خوش آمدید به کانال من. پیش از ویدیو از شما یک خواهش دارم، به همه ژورنالیست فریبگر سوم نگذارونید. برادر عزیز، ویدیو را تا آخرش تماشا کنید، فکرایتان را در کامنتر نویسید. برادر عزیز، در پناه خدا باشین، سلامت باشین. حیف شما برای ژورنالیست‌های تاجیکستان که اگر شما فعل رفتارتان گپزنیتان رنگی همی باشه. این همی مهرافروز ای گوش کنین. چی به شما دا اوزانک کارتای کردین نپرسه اوزانک؟ نفهمیدم. دا اوزانک چی به شما کارتای کردین دا اوزانک؟ چی کارتای کرده؟ دا اونا یوتیوب کارتام اونده بود از اینستاگرام کارت. کارتای گوش کمره دالبای گوش خلاص نسارو کاره. تبخست تاجیکستان باش پیش مره در کنه تانتن میمونن دالبای. Kançık bile dağın tanıyor gamza. Siste yasadı panca somun pul doda xiyom ekini ki bile beraber pul korma ekini. İzona mı kaç karta bu arada munda? O kartay barnama aytı hukuki xeliga. Karta barnama aytı guşkıp karta aytı rasi isketi ki bu. Tıxri da bu sufça kançık şiluxa bile. Maşenitsa bile murda be. در یوتیوب کانالش، در اینستاگرام کانالش همون ویدیو را میمونه و کارتای زبربانک خودش میمونه. آن همی دختر ایزانک نپرسیده. همه مهرافروز کارترم نگفت است که کارتا وی مینم ای کارتر ای پیش خودشوی کردگیه یگان کسوم نپته آوازهای بر دروغ کردگیه فل من نپته ما سومی خود ما گرفتگیم آوازهای بر دروغ کس نپته یگان تد نپته در چی این کارتا دروغه برادرو با چی باوری نکنه این دروغه کارتاوی که اگه من ای پیش خود کارتاوی که من یگان گم نفتم من رحم غریبی میگم راسیه که من دستگیری کردم من مبلغ خدا به دست گرفتگی ده همه کارتای مهرافروز میمونزوده سوم نپته ای آوازهای بر دروغ کردیم ما پلا گرفتگیم سوم به دستم گرفت رسیدگی سوم با غفار رحمتی کنون غفارکی ما را دستگیری کردون کرده